اینستاگرام بدون فیلتر فقط با یه حرکت. برو تو ستینگ گوشیت، کانکشن، اینجا موبایل نتورک رو انتخاب کن، اکسس پوینت نیم. من یه دونه خودم اینجا ساختم، یه دونه جدید بساز، دوتای اولشو بنویس instagram.com، تیکشو بزن بیا بیرون. برو تو این داداشمون گفته که اگه توی APN بزنیم instagram.com اینستاگرام بدون فیلتر شکن باز میشه. بریم تست کنیم ببینیم واقعی یا نه. از بخش تنظیمات وارد APN میشیم. با اون دوتا اولی instagram.com مینویسیم و روی اینستاگرام کلیک میکنیم. محض اطمینان یه حالت پرواز هم میزنیم و در میاریم. بعد وارد برنامه اینستاگرام میشیم و تست میکنیم و میبینیم که کار کرد. من کی کار میکنم؟ روزی شاید بهتون میگم 16 ساعت. بچه‌ها من تست کردم واقعا شد و کار کرد. شما هم امتحان کنید شاید جواب داد. امتحان کردنش خالی از لطف نیست. راستی برای ترفندهای بیشتر فعالیت نره.